قهر و جنگ آریانا سعید با اسیب نامزدش و رفتن اسیب از کشور دبی به کانادا. دلیل این قهر آریانا سعید با اسیب نامزدش چی بوده است؟ اکنون آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کارباری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان، هنرمند بی‌بدیل، سرشناس و نام‌آوازه افغانستان بوده است. از سال 2008 و کارهای هنریش به طور حرفه‌ای آغاز کرد. آریانا سعید با سرودن آهنگ دوگانه با جاوید شریف و کارهای هنریش ادامه داد. شهرت و محبوبیت آریانا سعید اکنون از مرزهای افغانستان عبور کرده است. طرفداران و رقیبان هنری خاص خودش را دارد. آریانا سعید در اصل تابعیت کشور انگلستان را دارد، ولی به خاطر کارهای هنریش بیشتر اوقات در کشور ترکیه زندگی می کند. جدیداً آریانا سعید به دلیل اختلافاتی که میان خودش و اسیب نامزدش ایجاد شده است، اسیب به کشور کانادا رفته است و آریانا سعید به کشور امارات متحده عربی و قرار است آریانا سعید در شهر بزرگ دبی رستوران را به نام خودش مانند غزل سادات افتتاح کند. دلیل قهر و خفه بودن آریانا سعید با اسیب نشر تصاویر تازه اسیب سعید با دخترش بوده است که مورد قهر شدید آریانا سعید قرار گرفته است. این همه در حالی است که آریانا سعید مدت چند ماهی می شود دیگر آهنگ جدیدی برای دوستداران و طرفدارانش نشر نکرده است. ولی من آرزوی صحت و سلامتی، موفقیت و کامیابی برای آریانا سعید از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درود دیگر همتان را به علای منان سپرده، موفق و کامگار باشید.